تونسته اولین مدال بانوان در رشته بیلیاردو کسب کنه و یه افتخار بزرگ برای کشورمون به ارمغان بیاره. ما اولین بانوی بیلیارد بازی هستیم که مدال گرفتیم برای ایران. چه حسی دارین اولین بوده؟ واقعا لذت بخشه، ولی پشت این اول بودن کلی تلاش و زحمت. من شبانه روز تلاش کردم، روزانه 8 ساعت روی میز بودم و اینکه فکر کنم کل ابعاد زندگی من فقط خلاصه شد توی تمرین و اسنوکر و بیلیارد. یعنی از روز اولی که رشته شروع کردیم واسه خودتون هدف گذاری کردون که یک روز من میخوام مدال بگیرم؟ دقیقاً همینطوره. عشق و علاقه داره. تو این مدت کسی اصلا شما رو تشویق کرد، مثلا از طرف فدراسیون، از طرف وزارت ورزش، اینا میخونم مقام‌های مربوطه شما رو تشویق کردن؟ تا الان اتفاق خاصی نیفتاده از طرف فدراسیون. هیئت قبلا کرج و الان برای هیئت تهران بازی میکنن، ولی توی این مسابقات آسیایی تشویقی از سمت هیئت تهران داشتم و ایشالله که حمایت ها به